یه داستان تکان دهنده ای که یه روزی ابوذر غفاری از دهانش در رفت رضی الله عنه به بلال گفت یا ابن السودا، ای سیاه زاده. سبحان الله. به بلال گفت ابن السودا یعنی کسی که مادرش سیاه پوست. بلال سرش انداخت پایین. بلال قوی بود، میتونست بزندش ولی برخورد نکرد. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. ابوذر شرمنده شد. میگفت بلال دستم به دامنت، حلالم کن. اون سکوت کرده بود، بخشیده بود، خب به انتقام نداشت. تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با این لحن به ابوذر گفت یا اباذر ابدع الجاهلیه و انا بین اظهرکم. این نعره های جاهلیت، شعارهای جاهلیت، این صدا زاده است، اون فقیر، اون فلان، اون از قبیله اونه، این لقب اونه، اون لقب القاب، ولی نعوذ بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کرامت انسانی مال همه است. گفت من هنوز زنده هستم بین شما این نعره های جاهلیت. ابوذر از کجا آوردی؟ گفت شرمنده ام یا رسول الله، از دهانم یه لحظه غفلت از دهانم در رفت. بعد یقه بلال گرفت. گفت من اصلا خودم عذاب وجدانم برطرف نمیشه تا اینکه تو این جمعی که توهینت کردم بخوابم، پیشانی و صورتم به بالا باشه، تو با این نعلینی که رو خاک راه میره محکم بکوبی تو پیشانی من، که دیگه درسی برای من باشه که به هیچ احدی با رنگش تحقیرش نکنم. حالا بلال چی میگه؟ گفت یا اخی اباذر لم اکن لاطأ باقدامی علی وجه سجد لله. من کسی نیستم که با این نعلینی که رو خاک راه میره بذارم بر پیشانی که برای خدا سجده میکنه. حالا تو یه چیزی گفتی از دهان در رفت. سبحان الله. هم دیگر رو تو آغوش گرفتم. اون یه چیز از دهانش در رفت، بلا فاصله معذرت خواهی. به شب نرسید. وقتی کسی معذرت خواهی میکنه تو حق نداری تحقیرش بکنی.